سلام، من نگار پورجواد هستم و در این قسمت از سری آموزش‌های اتریس قصد دارم به یک سری از سوالات از جنس سوالاتی که یک دیجیتال مارکتر موقع استفاده از اتریس برش مطرح میشه پاسخ بدم. من فرض میکنم شما در واقع برای شرکتتون و مجموعی که در حال فعالیت هستین میخواین اتریس رو دمو بگیرین یا اصلا بیشتر باهاش آشنا بشید و ببینین مثلا فرآیند ارتباط گرفتن با این مجموعه چه شکلیه. دوستان وقتی که وارد وبسایت اتریس میشید یک قسمت ورود به پنل دارید و یک بخش درخواست دمو. روی درخواست دمو که بزنین میتونین وارد یک در واقع فرمی میشین، اونجا اطلاعاتتون رو وارد میکنین، منتظر باید بمونید تا بچهای فروش باهاتون تماس بگیرن و به سوالات شما پاسخ بدن. یه راه دیگه اینه که وارد پنل بشین، یعنی در واقع با ایمیلتون ثبت نام بکنین، یه ایمیل براتون ارسال میشه از سمت اتریس، کانفرم میکنین اون ایمیل رو و وارد پنل اتریس میشید. وقتی وارد پنل اتریس بشین که من این بخش رو بخوام بهتون نشون بدم، یک جایی شبیه به در واقع این هست، یه منوی سمت چپ وجود داره، یه منوی بخش بالا که شما طبیعتا هیچ اپی رو بهش اضافه نکردید و احتمالا خب طبیعتا دیتایی هم نمیبینید. کاری که شما میتونین انجام بدین اینه که بعد از اینکه در واقع ایمیل کانفرم کردین به صورت 1 ماه از این ابزار به صورت رایگان استفاده کنین. در واقع میتونین پیاده سازیشو از تیم فنی بخواین که انجام بده و به صورت رایگان 1 ماه ازش استفاده کنین، ببینین که برای در واقع نیازمندی شما مناسب هست یا نه. بعد از 1 ماه باید یکی از پلن هایی که در واقع اتریس داره انتخاب بکنین و خریداریش کنین. حالا نکته اینه که معمولا تمام فیچرهای پایه در تمام پلن هاش وجود داره، یه سری از فیچرها هستن که باید خریداری بشن و از اونها استفاده کنین. دیگه برای یه موضوع باید با تیم فروش ارتباط بگیرین و بقیه کارهاشو پیش ببرین. پس 2 تا راه داشت، یا دمو بود یا مستقیم در واقع ثبت نام توی پنل. و خب این فیچر 1 ماه رایگان هم خیلی جذابه چون میتونه خیلی نگرانی ها رو برطرف بکنه. البته اگر که تیم فنی خیلی سریع و فرزی داشته باشین و بتونه پیاده سازیش رو سریع انجام بده، میتونین حداقل 3 هفته ازش استفاده کنین. نکته بعدی اینه که روند پرداخت هزینه توی اتریس چه شکلیه. همونطور که بهتون گفتم خب 1 ماه که در واقع رایگانه، توی این مدت هم میتونین 1000 تا ایونت و 1000 تا اتریبیوشن رو که براتون آنلاکی ازش استفاده بکنین. بعد از این مدت بعد یکی از اون پلن ها رو در واقع خریداری بکنین که برای اطلاع از پلن ها باید با تیم فروش اتریس ارتباط بگیرین. سوال بعدی که ممکنه براتون به وجود بیاد اینه که آیا این امکان وجود داره که مثلا من بخوام ازش به یه مدت مثلا محدودی رایگان استفاده بکنم پلاس اون 1 ماه و ببینم که در واقع در شرایط مختلف زمانی که مثلا کمپین من خیلی سنگینه چه اتفاقی برای اتریس میفته. به نظر من حقیقتش نیازی نیست، چون حالا توی قسمت قبلی دیدیم که چه برندهای خوبی دارن در واقع با اتریس کار میکنن، برندهای بزرگ و مطرح، و نگرانی از این بابت وجود نداره که اتریس نتونه از پسش در واقع بر بیاد. ولی با این حال به نظر میتونین باهاشون صحبت بکنین، نگرانیتون رو بگین و با توجه به شناختی که من از تیم در واقع تیم پروداکت و فروششون دارم خیلی خوب میتونن راهنماییتون کنن که آیا اتریس میتونه برای شما مناسب باشه یا نه. چالش بعدی احتمالاً برای شما به عنوان دیجیتال مارکتر، پرفورمنس مارکتر اینه که چی کار باید بکنیم تا تیم فنی پیاده سازیش رو انجام بده. برای پاسخ به این سوال برگردیم توی بخش سوالات متداول اتریس. اینجا یه توضیحات مختصری از اتریس گفته و اینجا اشاره شده به اینکه اتریس اوپن سورسه و دلیلش هم اینه که میخواد در واقع همه چیز شفاف باشه و اون بیزینس بدونه که چه اطلاعاتی رو داره در اختیار در واقع اتریس قرار میده. برای همین شما برای اینکه بتونین در واقع استیکه اتریس رو روی در واقع اپتون پیاده سازی بکنین 2 تا راه دارین. میتونین وارد گیتاب بشین و حالا استیکه اتریس رو پیدا بکنین. میتونین بعد از ورودتون در واقع به اتریس
اینجا روی آدرس در کاربریتون که کلیک بکنین، روی اتریس SDK که بزنین وارد گیتاب بشین و SDK رو در واقع از اینجا بردارین، در اختیار در واقع دیولپرتون قرار بدین، در واقع این لینک رو، تا دیولپر بقیه ماجرا رو در واقع بتونه پیش ببره. علاوه بر این توی خود اتریس قسمت مستندات هم مستندات فنی وجود داره، هم راهنمای فنی برای دیولپرها. توی این قسمت هم داکیومنت ها، یعنی توی خود پنل هم باز داکیومنت ها موجود هستن. اینها رو به دیولپر بگین، خودش میدونه که باید چطوری پیش ببره. یعنی اگر متوجه توضیحات فنی نشدین نیازی نیست که شما نگرانش باشین، چون این بخش با شما نیست. شما تنها کار مهمی که باید انجام بدین اینه که مطمئن بشین نصب SDK اتریس روی اپلیکیشن به درستی انجام شده. منظورم هم از این چیه؟ ببینین اتریس زمانی که نصب اتفاق میفته خب باید این موضوع رو ترک بکنه و حالا زمانی که نصب باز میشه همه اینها رو باید به درستی ترک بکنه و چون نصب داره روی فرست اوپن در واقع اتفاق میفته و از این ایونت قراره که دوستان اتریس استفاده بکنن، مهمه که این SDK خیلی درست پیاده سازی شده باشه. برای همین شما کاری که بعد انجام بدین، بعد از اینکه دیولپرتون نصب SDK روی اپ رو انجام داد، وارد بخش ستینگ بشین، وارد بخش تستینگ کنسول بشین و ادایدی برای حالا دیوایس های اندروید و IDFA برای دیوایس های در واقع iOS رو اینجا وارد بکنین و یه تست بگیرید، ببینید که نصب داره درست در واقع شناسایی میشه یا نه، و همینطور ایونت هایی که در واقع ترک کردین رو حالا دیتاشو دارین اتریس میفرستین، اینجا چک بکنین که داره به درستی دیتاش ارسال میشه یا نه. اینکه ادایدی رو از کجا باید پیدا بکنین، کافیه توی گوگل سرچ بکنین، توی ستینگ دیوایس های اندروید وجود داره، اینجا میزنیدش و در واقع تستتون رو میگیرین. تستینگ کنسول اتریس چیزی شبیه به دیباگ ویو آنالیتیکس 4. ما اونجا هم موقع ایونت ترکینگ میرفتیم چک میکردیم که ببینیم دیتا هم داره درست میشینه یا نه. اینجا هم باید تست بکنیم که دیتا داره درست میشینه یا نه. نکته بعدی اینه که نصب در واقع خود اتریس چقدر طول میکشه. بر اساس چیزی که خودشون اعلام میکنن از 1 هفته تا 4 هفته میتونه این مدت زمان متغیر باشه. همین چیز هم بستگی به این داره که خب تیم فنی چقدر همکاری بکنه، چقدر تایم آزاد داشته باشه و شما چقدر ایونت بخواید برای در واقع اتریس ارسال بکنید. طبیعتا هر چه تعداد ایونت ها بیشتر باشه خب این زمان احتمالاً طولانی تر میشه. سوال بعدی که احتمالا ممکنه براتون پیش بیاد اینه که چه بلاکرهایی ممکنه وجود داشته باشه که مثلا نصب اتریس رو با مشکل مواجه کنه. به طور کلی چیز خاصی وجود نداره، فقط شما به عنوان دیجیتال مارکتر یا پرفورمنس مارکتر باید حواستون باشه که در واقع ببخشید من گوشیم زنگ خورد، باید حواستون به این باشه که ایونت ها درست انجام شدن، در واقع پیاده سازی شدن یا نه، در جای درست دارن رخ میدن یا نه، SDK برای فرست اوپن درست پیاده سازی شده باشه، دیپ لینک ها در واقع درست تعریف شده باشن توی اپ، تا بعد بتونین با استفاده ترکر هایی که میسازین عملکرد کمپین هاتون رو به درستی در واقع ترک بکنین و رصد کنین. توی این قسمت سعی کردم به سوالات متداولی که در مثلا هنگام استفاده از اتریس ممکنه براتون پیش بیاد، به ویژه اگه شروع کارتون باشه، پاسخ بدم. اگر که باز هم سوالی دارین در رابطه با حالا آشنایی با دموی اتریس و در واقع پلن‌های قیمتیش و پیاده سازیش، حتما برام کامنت بذارین، سعی می‌کنم بهشون جواب بدم. مرسی از همراهیتون.